مؤسسه دولتی تعلیمی کالج هنرهای مردمی شهر استرافشان در جمهوری تاجیکستان یگانه بارگاه هنر محسوب می‌یابد که به زیاد از 300 نفر جوانان تشنه کسب هنری اجدادی نازکی‌های کسب دلخواه می‌آموزد. در کالج هنرهای مردمی که تحت دستگیری و جهد و تلاش‌های خسته‌ناپذیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان افتتاح یافته است. از روی اختصاص‌های صنعت آرایشی ملی، کلاهگری بدیعی، کارکرد بدیعی چوب، محصولات بدیعی از فلزات، متاهای نساجی، طراحی و اندازه‌گیری متا و رویه‌های نقاشی، کندلکشی، مینیاتور شرقی، گچکاری، کندکاری، ساختن ارمغان‌ها از چوب، سازتراشی، کرد و شمشیرسازی، آهنگری، زرگری، زردوزی، کشته‌دوزی، گلدوزی، قالی بافی، اطلس و ادرس بافی، طراحی سرلباس ملی، خاصه کرته چکن، دیزاینری و اندازه‌گیری متا هنرمندان صاحب اختصاص تیار کرده می شود که در رشد کسب و هنرهای معاصر و احیای کسب‌های از بین رفته سهمگذار هستند. در این هنرستان نزدیک 50 کامپیوتر خریداری و به استفاده تشنگان کسب و هنر واگذار گردیده کتابخانه الکترونی عمل می‌نماید که زیاد از 5500 نسخه کتاب‌های الکترونی را دارا بوده به شبکه اینترنت پیوسته است. توسط 4 تخته الکترونی در هدف قرائت و آموزش ادبیات‌های بدیعی و صاحبی با قوه آموزگاران و استادهای کسبی و دانشجویان اختراعکار مدل‌های تعلیمی و کتاب‌های الکترونی آماده و پیشکش هنرمندان گردانده می‌شود. توجه پیشوای معظم ما بهر رواج و رونق دادن هنرهای مردمی به حد زیاد است. در این حال در کالج هنرهای مردمی شهر استرافشان از روی 6 اختصاص 11 رویه دانشجویان تحصیل میکنند. طبق دستور هدایت‌های پیشوای معظم آموزگاران و هنرمندان کالج هنرهای مردمی برای آموزاندن هنرهای باباگی، هنرهای صنعتی کوشش به خرج می‌کنند. تعلیم می‌گیرند که از تمام منطقه ها میباشند. بالاروی شأن و اعتبار مؤسسه دولتی تعلیمی کالج هنرهای مردمی شهر استرافشان را امروز جوانان و بانوان خوشبختی از شهر و نواحی ولایت‌های مختار کوهستان بدخشان، ختلان و سوغد، نواحی تابع مرکز و منطقه رشت برای تعلیم و کسب آموزی آمده شکوه جدید بخشیدند. مورد ذکر است که ترغیب کسب هنرهای از یاد رفته و امروز از نو احیا گردیده و رشد هنرهای معاصر توسط ختم کردگان و دانشجویان این بارگاه هنر در تمام گوشه کنار تاجیکستان بیشتاسا رشد و تکامل یافتند. خوشبختانه امسال از تمام منطقه های کشور دانشجویان آمده تحصیل علم و هنر کرده ایستاده‌اند. در این حال 54 آموزگار و 320 نفر دانشجویان خوشبخت هنرمند درس علم و هنر می‌گذارند. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج هنرهای مردمی دارای تالار کلان نمایش بوده محصول هنر دانشجویان منتظم به معرض تماشا گذاشته می شود. در این ردیف دانشجویان اختصاص طراحی، دیزاینری و اندازه‌گیری متا کسب هنری آموخته‌شان را روی سر و لباس با مهر دوخته‌شان ریخته آن را به بر می‌نمایند و پیشکش مشتریان می‌سازند. خیلی رمزی است که تشریف آوردگان این مکان آموزش کسب هنر خود را در آغوش کسب هنرهای نیاگان و معاصر سرزمین زرخیز و هنربنیاد تاجیکستان همیشه سبز با لیدراه و چهره گشاد حس می‌نمایند. مضبوطی بابازاده از شهر استرافشان برای برنامه اطلاعاتی اخبار.